شما عزیزان امیدوارم صحت و سلامت هستید در هر کجای دنیا که هستید. برنامه سلام هموطن رو عین حال پیگیری دارید. واقعا هم برای ما امروز یک روز ویژه است، یک روز خوشی هست که در برنامه یکی از چهره هایی که همیشه خدمت فرهنگ این منطقه را کرده، یعنی درواز را، و از خرد تا بزرگ این وادی این شخصیت را میشناسند، این شخصیت را دوست میدارند و هر باره که اگر بگوییم که علشی محبت در چهره هر شنونده یک تبسم پیدا می شود، زیرا واقعا هم یک شخص فرهنگی هستند، یک شخصی هستند که سراپا حرف و هجایشان پر از معنی و پر از هزل و پر از قند و شکر است. استاد علشی محبت خوش آمدید به برنامه سلام هموطن. خیلی شادیم که شما را امروز در برنامه همچنین مهمان داریم و واقعا هم شما یک چهره برای همه مردم آشنا هستید و امیدوارم که عین حال چون مردمش به شما می‌نگرند حتما یک خاطراتی در ایشان به یاد میرسد. خب خوش آمدید به برنامه. سلامت باشید. اکلشی این چی سحر است در شما که شما پیر نمیشوید؟ از همون خوردی که من شما رو دیدم و یا بیننده ها شاید این سوال در ذهنشان بچرخد که چرا پیر نمیشود اکلشی؟ این چی سحر دارد؟ عبدالرسول جان شخصیتی که در ساحه فرهنگ است، دائم با او خرسندی است، سرود است، او انسان هیچ وقت پیر نمیشه. یعنی که ما اگر دنبال سرود موسیقی برویم پیر نمیشه؟ انشاءالله پیر نمیشه. این پیری همش از عذاب، از مشقت، از غم است. ما انشاءالله که یک غم نداریم، دائم سرود میخونیم، سور است، توی است. شما چه غم ندارید؟ من باور دارم کردیت هم ندارید. نه انشاءالله نه. انشاءالله نه. دیروز به اکلشی زنگ زدم و گفتم که میخوایم که شما مهمان برنامه سلام هموطن باشید و بعدم گفتن که من در خانه تعمیر دارم، یعنی خانه رو تعمیر میکنم. بعدم با همراهی عبدالرشید تصمیم گرفت که خیلی فردا او را باید بخونیم، زیرا این اکلشی شاید در یک سال هم یک بار در خانه کار میکند. زندگی چی خیلی است؟ زندگی خوب است. زندگی چی میگذرد؟ زندگی بسیار خوب گذشته است. همین گذشته خوبی زندگی شما در چی میبینید؟ شما میگی خوب میگذره یعنی چی؟ گذشته زندگی را پیش از همه سلامتی. سلامتی. واقعا انسان که سلامت باشد انشاءالله که دوامش خوب است و خدا را شکر که در عائله ما خودمون عائله‌مان 3 فرزند داریم. خدا را شکر عائله دارن، همش صاحب کسب کارن، کار میکنن. زندگی بسیار به درجه گذشته است، بسیار به درجه عالی. انشاءالله خوب است. شکر. زندگی سالم شما و خوشحالی شما این بویگری هر یکی ماه. چند سال شما در فرهنگ درواز کار میکنید؟ تا 38 سال است که ما در فرهنگ درواز کار فعالیت داریم. راست بگم ای خیلی گیریم سال 1974 بوستان یک شد. من 6 ساله بودم. یکمین بار در صحنه برآمدم. در سن 6 سالگی؟ 6 سالگی در صحنه برآمدم. وقتی من بردن و در stol شوندن همه پوچکام زمین در نمیرسید. بعد خیلی استوپنکا گویم، خیلی استوپنکا بوند. زینه گذاشتن. من بعد پا آمدم بالا اونم بعد نواختم. 6 ساله بودم. سال 1974 بوستان یک. او قد چهره تلویزیونی هم نداره. زنده باشه اکلشی. شما کجا را ختم کردید؟ من را شبگم آموزگاه مدنی معرفتی بیشتر رایون لرین بود. حوزه خیلی ناحیه رودکی. حوزه آرامونه. به حیث چی ختم کردید؟ رژیسور. کارگردان. کارگردان. میدونی چی استاد علشی محبت هم نوازنده خوب هستند، هم کارگردان خوب هستند، هم به صحنه گذارنده خوب هستند، ولی همین خداوند صدای فورا بایر و به من نداد. همین صدا رو باید خداوند همشه باید یک کسی نبینه. از یک طرف بهبودی، یک طرف یکم جوی شد که شما روید و شما را مجبور کرده باشین که شما خیلی مجبور میکنن. خیلی میخونیم
آخه خداوند آواز نداد چیکار کنه نشود اجاره بگیری. اگر اجاره گرفته میشه صدای کی را میگرفتی؟ ای رحمت کوگا؟ از رحمت کوگا. ای رحمت کوگا. زنده باشید، زنده باشید. استاد عرشی محبت بسیار بزدگو خوب هستند، حضر شوخی میکنن. وقتی که اینها خیلی خداوند کار خدا است، کمی معیوب تولد شدن از لحاظ پوچه هاشون، بعدا در این مورد این کار نمیکنن این چیز رو و بسیار یک شوخی هم دارن. وقتی که خواست خودش نفقه کند، اما قصه را نقل میکردید. قصه نفقه کنی همین است که بعد باید نفقه میبرم. بعد رفتم خلوق رفتم. های کمیسا همونجا همه تکو. بعد رفتم همونجا مصلحت کردیم. گفتم خیلی بچه جان کجا اومدی؟ گفتم که من باید نفقه کنم. گفت از این چی حساب؟ گفتم از حسابی پوچکا که اینوالیدیم باید نفقه کنم. بعد هم خیلی گشت طفلیوم نگاه کرد. خیلی طفلیوم ای پاهم وایتر. گفت پسرم تو خود عذاب دادی. همین 240 کیلومتر اومدی تو همین طفلیای خود روی میکردی من کمی سوار بود. بعد همین وای نفقه بر اومدیم. چی در حیرت هم مثلا هنرمندان میبرند دستانه هنر نمایی میکنن، نام میبردن، ستاره میشن و قوله این هم از زحمت رو نوازنده میکشد و اکای عرشی محبت عمر نوازنده، عمر نواخت است. هم برای استاد نظردین نعمت الله، هم برای شادروان اقرار هنرمندی محبوب بودن، برای همه این نوازنده بودن ولی آنها محبوب میشدن. چرا به قدر مطرب نمیرسن؟ چرا مطرب نام نمیبرد؟ ایمیجش بلند نمیرود؟ راست بگم فقط پشت پرده. ما راست بگم همین چند ساله که 38 سال کار کردیم در فعالیت هنریمو برنامه‌های خوب موندیم. هر صحنه‌های خوب موندیم، صحنه‌های کلان موندیم. مثلا جشن وحدت، استقلالیت در چرابین دولتی، در چرابین دولتی همین خیلی موندیم. ان شاءالله که وای است خیلی حسابی تنگی باشد یا که چی باشد. تنگی چی؟ هم محیط که با فکر تنگ است یا که خیلی نمیدونم. من نمیدونم اگر بگم محیط محدود است یا محیط اونقدر فراخ نیست. الان شب گم محدود هم نیست، آزادیم نه که نمیدونم که چی سبب که مثال اما در سطح مثال بلند برداشتن همین هنر کم کم خیلی سسته یا خیلی نه باشه. ولی هم که نمیدونم که چی سبب باشه. رو شب گم شاگردان تربیت کرده است. شاگردان تربیت کرده استیم ان شاءالله. شاگرد داریم، استادا داریم، استادای بهترین داریم. آخه ما نگاه که با استادای نظردین نعمت الله اینا قطعی برآمد کردیم. مطلبش که اپای جان گفتنی که بعد اونا کار میکردن سال 70. آخه ما شما چند ساله هستید؟ ما خود محادی 55 ساله. این سال چندین کسا با من داری وقتی که من نقل میکنم بعد من این سوالش ما بسیار دادم اومدن ما چند ساله هستیم. خیلی 6 ساله گفتم 6 ساله بعد سلام علیکم. زنده باشید. امروز فرهنگی درواز چگونه هنرمندا دارد، مقصد چگونه نوازنده ها دارد، آیا شما را همچون یک نفر سابقه دار خانه میگرداند؟ راست بگم فرهنگی درواز بازی بسیار پیشروی داره. یازی تایی منطقی فرهنگی بازی امیر حمزه دولت هست. سال بچه جوانایی بودی کرده در سای فرهنگ یک شرایط هم مثال هستن که مثال از جهت اپراتورا مثال از بابای موسیقی و تنقیصی میکشیم راست بگم که ما نداریم و اما هم نگاه نکرده صحنت والای دروازه در سطح بلند معرفی کرده است. چون گذشتگانی هنرمندانی که در این خطت تولد شده و خونیاگر شده و من صنعت موسیقی تاجیک اصیل تاجیک رو در عرصه بین المللی معرفی کرده همین خیلی است. خب استاد عرشی واقعا هم من میفهمم که دل شما برای فرهنگ میسوزد، جگرتان آب میشود تا یک چهره نموکنه، یک پدیده تازه روی صحنه بیاید. من میدونم که شما با همین سین سال باز میخواهید که هرچی ایده های نو جالب روی صحنه بیارید. همین خیلی است و
امروز انا همون پدیده های نو، چهره های نو در صحنه درواز نمودار میشوند. انشالله هستم وزیر انا ما قطعی سیفالدین اسمتلایف کار کردیم، مختلف کار تربیت کردیم، آموزاندیم. انا انسامبل دکتر نوازا داریم که مختلف کاری میده اونا کار فعالیت میکنن. مکتب موسیقی دا شاگردان داریم. انا برنامه وای آزمون تاجیکستان وطنی عزیزی من تایی 48 نفر شاگردان ما آماده کردیم. اونا وجه وای ولایت گذاشتن. انشالله که تا جمهوری میریم. مطمئن هستم. و شما بیشتر با همراهی استاد ذکر خدا حکم توی ها میگشتید، کار میکردید، چی خاطراتی دارید؟ استاد ذکر خدا حکم مرد بزرگ بود. حقیقت گویم وای سالی 75 به دروازه بود. همین دروازه است. ولایت قرغام بود. اون دوره آمد. ما بعد وقتی آمد همون دوره بودم که 6 ساله بودیم. همون دوره خطیب استاد ذکر خدا حکم ما توی میگشتیم، کار فعالیت میکردیم. خطیب بعد ای شوق بودم. یک بار گفتن که جون با دعوت مونه کردی خونت بریم. می رفتیم خونه دا. بعد حولی در آمدیم که اویلم درو میکرد. زمین درو میکرد دو علف درو میکرد. بعد زمین ما کلون نهید. بعد همی خیلدید گفتیم که گفتم اویلم. بعد گفت تو خدا درو میکرد. گفت ما تو خدا میدرم. ما میدرم خیلی که نه کار اومدیم. بعد دادیم خونه داشتیم. ساعت برین خیلی بودیم. توتیا کرد خیست. او جبر اومدیم که زمین دید که همون علف نیست. درو کردگی. تو ولی شیر گوش کن. تو همی یک گپ زنم خفه نشم. من خفه نمیشم. تو همی زنگیر تا یک کنبای. ذکر خدا کم شخصی بزرگ بودم. در ساحه فرهنگ خدمت کلان کرده است. در صنعت دروازه همون درجاش رسان استاد. یک چیز دیگه را کلشی وقتی که هر کس که صحبت میکنی از علشی محبت در کدام روستای درواز قریه درواز که نباشد میگوید که همین علشی محبت یک شب در خونه ما خواب کرده. آدم اما خانه سازی میگن خانه سازی او معنی را نداره که ما بریم بلاک بگیریم کیرپیچ بگیریم خونه بسازیم. دوست یافتن در کار، رفیق یافتن در کار. همه اگر خطا نکنم جمهوری 80% میشناسم. برای همین دعوت میکنن میریم میشتیم. یادم وقتی که توی می اومدن حتما جای که علشی را در بالای کراوت و شپنگ میدوختن برای بیچاره را هش دور بود. خیلی داشت دیگه رفتنش. راه هم دور که است. مثلا جای دور میریم خونه رفتن نمیدونم شب میمونه دیگه میشتیم خونه اصلاحات نکنیم. انا عبدالرسول جان گرچندگی سردفتری ادبیات کلاسیکی تاجیک عبدالله رودکی باشه سردفتری صنعتی ملی تاجیک استاد باربد است. باربدی دروازی مروزی که ما به او میفخریم. استاد اکی شریف جوره، استاد عبدالله نظری. انا آمدیم به اسماعیل نظری نعمت الله ذکر خدای حکم. اینا شخصیت های بزرگی این که سهم ارزنده خود را در ساحه صنعتی ملی خلق تاجیک گذاشتگی هستند. ما با اونا میفخریم. البته همه میفخرن و یا فرزندان این ملت هستند. برای این ملت خدمت کردن. البته این ملت هم اونها قدر میکند، دوست میدارد و زمینشان همین زمین است، همین خاک است. یک وای است که شش مقام ما میگوییم. شش مقام این یک ژانری موسیقی بهترین است که حاضر که شش مقام خواندیم. اگر گذشته را یاد کنیم استاد اکی شریف جوره 64 مقام میخوند. 64 مقام. استاد اولی میگن خیلی شریف جوره نام اصلی آن بود. وقتی که دهه ادبیات صنعتی
توجیکستان در ازبکستان میشود عنوان اکره در ازبکستان میترم یعنی تو زمان شریف جوره شریف جوره اسمی بعد وقتی دهه ادبیات سنتی توجیکستان در ازبکستان میشود میره اونجا برآمد میکنه اصلا برآمد میکنه که مردم اونا میپذیرند بعد سابق اول فراموش کردم که کتیب دیومی دوره کمیته مرکزی پارتی کمونیستی بودن سکه کپیسیس کتیب دیومی وای بود همون شخصیت میخیزد عنوانی اکه را به همه شریف جوره میداد که ایامو دوره اکه شریف جوره میشود اکه یک احترام است یک احترام نسبت همون انسان است بله خیلی عنوان ما میخوام که نظر کنیم و بگیم نیست اکه نیست دیگه اکه و دینه هاشیم اکه دولت مدخول اکه نیست همینو نیستن یکی اکه شریف این عنوانی یعنی تو در این در مردم فرهنگ دوستی ازبکستان برای انا همون روزای دهه ادبیات سنتی توجیکستان در وای میگذره ازبکستان همین عنوان در همونجا ببینه زنده باشید بین حد خوب از تاریخ یادآور شدید و من باز رشته سخن رو به زندگی شخصی شما میکشم شما رو در دهه کرگوت نام کردند عنوان برچه بیوچه نخواهی قدر شما رو این عنوان برای شما دادن چرا؟ اگه اوجا همه را نام میکنن اون کرگوت عبدالرسول جان یک دهه است که اوجا شخصیت نیست که رفته باشه به نام آمده باشه نه این حقیقت است بعد رفتیم اونجا بعد از ماشین خم بیدم خیلی سلام علیک کردم یک بابای عبدالله بود بابای عبدالله اون همون نامگذار همون بود نامگذاری کلیدی بعد ابی سلام کردیم و دیگران خیلی سلام کردیم بعد گفتیم او شما گفتید برچه وای بعد من داشتم گفتم خانه تو شما دوره بود وای بود فرمیتا بودم همین خیلی وای بعد گفتم خیلی تو نام بدی همین خدمتچه بیوچه خدمتچه بیوچه و برچه بیوچه نه خدمتچه بیوچه بعد دیگه مردم هم خندیدن هر یک انسان همین سوهای فرهنگ همین است هزل است شوخی است خرسندی است برای که شما گفتید که چرا پیر نمیشوید ما چرا پیر شوید در این حالتی که هر روز خداوند به دیدن نیارد هر روز ایشان رو خندیده هستیم بله کارم از گریه گذشته است به او میخندم در بعضی حالتایی است که هرچند غم دارن اندوه دارن نابرابری دارن ولی باز در چهره تبسم دارن ولی ما گمان میکنیم که اکلش مشکل ندارد در زندگی ایشالا در زندگی مشکل نیست زنده باشید خوب اونا واقعه دیگر رو میگفتید که کارمندان بخش فرهنگی ریاست فرهنگی ولایت اومدن و کسی اونا راه بلدی کرده بود به فرهنگ بعد واقعه چی شد اونا اومدن ساعت 7 همین خیلی بود که پگهی از وزارت بودن از وای بودن بعد اومدن نه اومدن یکم این بود فرهنگ در میشد فرهنگ همیجا بینا فرهنگ است بعد دو شب گفتم خودم اینو علی از پیش برو اومدم نگاه کردم خیلی من پوچکم خیلی رفته سامدهشون بعد استاد دولت کلان هستن و هم پشت ولی در او میلنگه او خیلی لنگو و پیشون اومد سلام کرد یک خلاور داشتیم او خلاور مو خیلی اکی مونده بودیم از کیاش چون خبر بدن نمیدونم اکی نمیدید چشمان او هم واحد او هم سلام کردم خیلی بعد اکی امری خورکش میگن او خیلی بچوله اکی امری خیلی سوخته بده او هم سوختگی بعد گو که گوش که مطرح فرهنگ گفت ایستم مکه جان فرهنگ اینجا گو اینجا پنسون فان نیست گو تو مکه یالی نه و این درون همشون ولیده اینجا چون نیست این درون میشه یا همشون ولیده با خلاص میگیم تو بگیم زنده باشد انا همین بعضی واقعه های ریالی حزل و شوخی میشه آدمی هست که اینا رو آر میدانه اینا رو باید آر ندانه اینا تاریخ هم اینا چیزی هم که ما گفتیم که همون اندوهی در درون ما بود مگذار و بود همه اونا میبروین اینا رو باید آر ندانه زنده باشید تاریخ باید وقت فراموش نکرد اگر کسی گذشتهش یاد نکند مسلمان نیست بله یک زمان مهاجرت رفتید
چقدر مونده در مهاجرت؟ در آسیا 1 سال و 8 ماه. چیکار کردید شما با این سر حال؟ خیلی رفتیم هم کار کردیم شب گفتم بعد همونجا همین عبدالرسول جان هنرمندش به خود نمیشه. واقعا هم وقتی که رفتیم خیلی شنیدن که الشعر اومده است بعد شاگرد داشتیم سلیبانو و هم ختم بود دیگه شنیدن که اومدیم دیگه ما اپرات بود رفتیم یا ما ختم خیلی تنکار داریم اما باعث ختم شد رفتیم اونجا هم وای کنید همین خیلی که همین درواز بودیم هم خیلی بعد درک منها یافتن دیگه اونجا رفتیم طولتوی دیگه معرکه در اول هایی که اکلشی رفتن روسیه در یک مغازه کار میکردن بعد سر بر و خیلی میخیزد کار میرود بعد اکلشی خیلی راه میگرده بعد و پیش یک مغازه میگذرد بعد گذشتن مغازه را دزدو میزنن بعد اکسپرتیز هم یاد میبیند تشخیص میکنن سمت حرکت یا کمی آدم کجا رفته نمیدونم این طرف رفته اون طرف رفته کوفته سر پای منه زنده سلامت باشید خیلی خوشحالیم اکلشی سرت نبینیم سلامت باشید خیلی که میگن مردمی کلی مردمی که ما رو تماشا میکنن میگن که چند است این سوال بپرسم ز خویشتن درواز گفتند چرا زادگاه من درهای او بروی کی بازم شرح چیست آخر که گشت روشنم اسرار این سخن بر زادگاه من بشوی مهمان اگر درها گشاده بینی و دستان به پیش بر گسترده خوان نعمت و گویند مرحبا تو نور هر دو دیده ای مایی و تازه سر همه کلی مردم شریفی که ما را تماشا میکنن با اونا بودواری سلامتی میخوام اونا را دعوت میکنم که به هم دروازه باستان بیاین و دروازه دیشتاسا را ببینن. سلامت باشه دوستان عزیز واقعا هم اگر ما صحبت ادامه بدهیم با استاد محبت زاده این ساعت ها لازم می آید و از این خاطر در اینجا اکتفا میکنیم و با امید اینه که در برنامه بعدی هم دعوتش خواهیم کرد. خداحافظ میگوییم هر کجا که باشید خدا نگهدار شما باشد و همیشه بخندید چون علشی محبت جوان میمونید. سلامت باشید.